آقا ستونا چطورید؟ من امروز با یکی اسنپ رفتم. دیدی که 12-3 برده بودمش که فشاری میشود این بشر و گام میکشد. اما خب ما نامردی نمی کنیم، چون آره دیگه نامرد نمی کنیم و میریم سراغش ببینیم که چی میشه. این مرد فشاری ببینیم که چی کار میخواد بکنه با گان آزاد. آقا من خواستم از اول ویدیو بگیرم، اما گفتم دوئل ساده است. بعد از اینکه دیدم فشاری شد گفتم با فشاریشو با هم شریک بشیم. اینجا وایسادم که بیاد، دیدم این کمپ کرده فکر کنم، چون هر چقدر وایسادم نیومد اصلا اونجا. و بعد از اینکه منتظر موندم بیاد، بعد اومدم این ور، دیدم این دفعه از این ور در اومد. بعد از اینجا در اومد، بازم رفتم اینجا دیدم که نیستش. اومدم اینجا که اینجا بود. بیاور بله باز هم میزنم این بشر. چیکار کنیم؟ هیچ آدم فشاری اینجا میشه. بله باز هم زد ما رو. و اینجا من گفتم بذار وایستم شاید کمپ نگرده. ببینید که هر چقدر اینجا با مرغ وایستادم نرسید اینجا به من. چطوری با گان آزاد وایستادی کمپ؟ خطا ما گرفتی. وایستادم این یه دفعه از اینجا دارده با بیا پایین بابا، گنگ ما بالاست داداش. من اونقدم ادعا نمیخوام بکنم، ولی هرچی بود از این بهتر، خیلی خوبتر بازی کردم. اینجا فکر کردم پینگش رفته خوب دور زد من بزنه که من زدمش. بازم رفتم دیدم که اینجاست، خواستم بزنم ما رو زد. و بازم از اینجا می آییم ببینیم که این بشر فشاری کجاست. بیام چند تا تو اینجا هست. بیا پایین بابا، سطحت پایینه داداش، بیا پایین ببینم. با گانم نمیتونی منو بزنی داشت. رفتم سراغش، از این ور برگشتم، از این ور دیدم، از این ور اومدم، از این ور برگشتم، از این ور میزد. بله زد، همین ما رو زد. اینجا باز هم همینجوری وایستادم که بیاد دیگه، وایستادم که بیاد ببینیم چی میشه. دیگه نمیمد، باز هم ما میریم سراغش. این بشر با گانم نمیتونه بید، من که اسنایپ دارم بیاد سراغم. باز هم من میرم سراغش و رفتم سراغش. فکر کردم کم کرد اینجا هم نبود، اینجا هم نبود، اینجا سر ما رو میزند. اما نگران نباشید، تاها رو ببینید چجوری فشاریش کردم، فقط چجوری فشاریش کردم. ببینید من وایس کالش اینو من بازی کردم، بعدا اومدم وایسشو براتون دارم میگیرم. معلوم بود نمیگفتم. بعد از اینجا باز هم اومدم این بشر کجا تو دیدم، از این برم اومد یه اسلت میزدم، یه بایم، یه شاقو، یه اسنایپ برمیدارم. کجا رفتی؟ کجا این بشر؟ بایستدم که بیاد نظر ما رو زد. اومد اینجا زدم، دمیج کرد، نکشتش و ما رو میکشد. و کلن دیگه اینجا میدید که کلن 3 تا فاصله با هم داریم. این 3 تا فاصله اصلا قوقا میشه. میدید چی کار کردم باهاش. اینجا چیز فرستاده از نفرست، اما نتونست بزنه با اون. بله بچه همیشه خواستین که فشاری کنید، اینجوری باش اسنایپ بازی کردن فشار شد در آخر یک نجات کنید. اون خیلی میخواد بهتون برسه، بخواهی همون گان کشیده دیگه. همینجوری فقط با شاق بودی، همینجوری بخوره یه جوری فشار میشه شما اصلا باورتون نمیشه. ببینید از چیکار شدم باش. همینجوری دویدم، اون پشت زمین اصلا گولم نمیداد، از این انداخت که منو بتونه گیر بندازه. بعد از اون پشت زمین باش میزه. همینجوری فرار کرده، اما اینجا تونست بکنم بگیرم. اینجا خواستم نایفش کنم نشد. بله زد ما رو. فاصله همون شد 2 تا. همینجا هم که وایستادیم، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا 11 تا 12 تا 13 تا 14 تا 15 تا 16 تا 17 تا 18 تا 19 تا 20 تا 21 تا 22 تا 23 تا 24 تا 25 تا 26 تا 27 تا 28 تا 29 تا 30 تا 31 تا 32 تا 33 تا 34 تا 35 تا 36 تا 37 تا 38 تا 39 تا 40 تا 41 تا 42 تا 43 تا 44 تا 45 تا 46 تا 47 تا 48 تا 49 تا 50 تا 51 تا 52 تا 53 تا 54 تا 55 تا 56 تا 57 تا 58 تا 59 تا 60 تا 61 تا 62 تا 63 تا 64 تا 65 تا 66 تا 67 تا 68 تا 69 تا 70 تا 71 تا 72 تا 73 تا 74 تا 75 تا 76 تا 77 تا 78 تا 79 تا 80 تا 81 تا 82 تا 83 تا 84 تا 85 تا 86 تا 87 تا 88 تا 89 تا 90 تا 91 تا 92 تا
حوصله‌ام که بیاد اینجا زد منو دیگه خاطر یه دونه شده بود تموم شد بازی 3-2-1 تمام آقا تموم شد بله 16-15 آقا دوستتون دارم یه عالمه هر چقدر بگم بازم کمه واسه هیچ موقع مثل این بشه فشار نکنید این نخواستم اسمشو بیارم که این ویدیو دوستتون دارم یه عالمه هر چقدر بگم بازم کمه